روز ششم ماه ساعت 16:20 راننده ماشین تمغه اوپل آسترا افلاطونوف اسکندر خالق نظرویچ سال تولدش 1982 ساکن جماعت قازده نویه اشکاشم در کیلومتر 52 راه خاروغ اشکاشم تزقل در موضع کولیک از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دریا چپه شده است. در نتیجه راننده افلاطونوف اسکندر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در راه به بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همان روز ششم ماه راننده ماشین تمغه اوپل زفیرا شریفوف اسحاق جان رحمانویچ سال تولدش 1958 ساکن جماعت اسماعیلوف شهر وحدت هنگام حرکت کردن از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر وحدت در حدود جماعت اسماعیلوف به خطری حرکت را رعایت نکرده پیادهگرد ایسایف دلاورشاه ایسایویچ سال تولدش 1948 ساکن جماعت دهات اسماعیلوف را پخش نموده است. در نتیجه پیرمرد جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه جان باخته است. یک ساکن 34 ساله پایتخت که قبلا برای دزدی سود شده است این دفعه برای اوباشی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت که او 5 ماه ساعت 11 در کوچه غلاموف یک مرد 36 ساله ساکن جماعت شریف نویه دنغره را دشنام‌های قبیح داده لطوکوب کرده است و با کارد یک ضربه به شکم و یک ضربه دیگر بران پایش زده است. ساکن 33 ساله نویه فردوسی به آن گمان بر می شود که روز 27 اپریل ساعت 14:45 از داخل ماشین تمغه خفی که در کوچه درواز به نظارت می ایستاد 9600 سامانی پول نقد را دزدیده است. به میلیسا در این باره صاحب ماشین ساکن 41 ساله پایتخت شکایت کرده است. مقامات خدمات سوختار نشانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در پی سوختار و ترکش در نقطه فروش سوزشواری اکو اویل در محله اسپیچک 2 که 29 زخمی به جا گذاشت حالت رعایت معیارهای ضد سوختار را در نقطه‌های سوخت فروشی شهر دوشنبه و اطراف آن سنجیده مسئولان 4 نقطه را جریمه بستند. در اکثر نقطه‌های سوخت فروشی و اسباب فرونشانی سوختار وجود نداشته است. مقامات از جمله نقطه‌های فروش سوزشواری احسان جان، ایمان ایمپورت اکسپورت، غیرت 82 و تاجیک نفت را جریمه بستند.